يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروزه سوره كافرون. يا حامل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل حرف قاف حرف استعلاء غافز خوانده می شود. حرف لام باریک خوانده می شود. قل یا ایها مد منفصل بعد از الف همزه آمده است. مقداری 2 4 تا 5 حرکت کشیده می شود. ایها همزه وصل کلمه ها را پیوست می کند. کافرون که مد طبیعی مقدار 2 حرکت می کشیم. کافرون را با دمه آمده است غوث خوانده می شود و آخر رون مد عارضی با سکون مقدار 2 3 تا 5 حرکت کشیده می شود. لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد مد منفصل مقدار 2 3 تا 5 حرکت کشیده می شود. اعبد در اینجا بعضی ها خطاگی میکنن میگوین حرف عین را قلقله میکنن. در اینجا قلقله نیست. اعبد نه اعبد ما تعبدون ما مد طبیعی مقدار 2 حرکت میکشیم. تعبدون مد عارضی با سکون مقدار 2 3 تا 5 حرکت کشیده میشود. آیت بعدی ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا مد منفصل انتم اخفا انتم عابدون. در اینجا میم روشن خوانده می شود. قاعده اظهار شفوی. عابدون ع مد طبیعی دون مد طبیعی ما اعبد مد منفصل همزه قطع آمده است که کلمه ها را جدا می کند. ما اعبد اعبد در آخر حرف دال قلقله است. ولا انا عابد ما عبدتم. ولا انا مد منفصل مقدار 2 3 تا 5 حرکت میکشیم. انا در حالت پیوست خواندن الف خوانده نمیشد. اون علامتی که در بالای الف گذاشته شده است این علامتی آن است که الف خوانده نمیشد در حالت پیوست کردن. در حالت ایستادن الف خوانده میشود. مثال اگر در بعد از کلمه انا ایستیم ولا انا الف را میخوانیم و در حالت پیوست ولا انا عابد ما عبدتم الف خوانده نمیشود. عابدم ع مد طبیعی مقدار 2 حرکت میکشیم. عابدم ما قاعده ادغام با غنه ما مد طبیعی عبدتم ادغام متجانسین 2 حرفی که مخرجاشان یک است حرف دال و حرف ت. به این سبب حرف دال را نمیخوانیم حرف ت را 2 تا کرده میخوانیم. عبدتم. آیت بعدی ولا انتم عابدون ما اعبد. ولا اینجا هم مد منفصل انتم اخفا عابدون ع مد طبیعی بدون مد طبیعی ما اینجا هم مد منفصل اعبد قلقله و آیت آخر لکم دینکم ولی دین. لکم دینکم اظهار شفوی میم روشن خوانده می شود. دینکم دی مد طبیعی مقدار 2 حرکت می کشیم. دینکم
میم اظهار شفوی روشن خوانده می شود. ولیه. ببینید در اینجا ولیه نه، بعضی ها ولیه می خوانند. ولیه تنها یک حرکت می کشیم. ولی دین مد عارضی با سکون مقدار 2 3 تا 5 حرکت کشیده می شود. این بود درس امروزه. تا درس های آینده در حفظ و امان الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.